نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و اگر زنی از بیمهری یا بی توجهی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد که به نحوی میان خودشان سازش کنند و صلح و آشتی بهتر است و در نهاد همه بخل وجود دارد. و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، پس همانا الله به کردارتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.